اگر انسان دره پر از طلا داشته باشد، او آرزو می کند دو دره پر از طلا داشته باشد. هرگز دهن ارث انسان را جز خاک گور چیز دیگری پر نمی سازد. و کسی که توبه کند، خداوند جل جلاله او را می بخشد. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. به محشر چون شود اسرار ما فاش، ندارد سود ای بیداد و ای کاش. تمام خوب و بدهایی که کردیم به دفتر می کشیدن آن دو نقاش، به دفتر می کشیدن آن دو نقاش. چو مصعب دست و جان در راه دین ده، دو دستت را به رب العالمین ده. نهادی دست خود در دست شیطان، رهایش کن به خیر المرسلین ده، رهایش کن به خیر